این مطلبی که از کتاب بهارالانوار بیان فرمودید که نشون میده که واقعا تا چه حدی در این مذهب دروغ و تلبیس و خیانت وجود داره. من فقط جهت اطلاع دوستان این مطلبی رو که حضرت استاد ذکر کردن اگر تصویر رو نشون بدن، این جلد 25 صفحه 287 کتاب بهارالانوار هست که در مورد عبدالله ابن سبع میگه که کان یهودیاً فاسلم و وال علی علیه السلام و کان یقول و هو علی یهودیت فی یوشع ابن نون وصی موسی بالغلو فقال فی اسنین بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم فی علی علیه السلام مثل ذلك. وقتی که یهودی در این شخص یهودی بود همین مطلب رو در مورد یوشع ابن نون میگفت و وقتی هم که مسلمان شد بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد علی قضیه امامت رو مطرح کرد و کان اول من اشهر بالقول بفرض الامامه علی علیه السلام و اظهر براءه من اعدائه. این در پاورقیش خیلی جالبه، اینجا شماره داده، شماره 3 میریم در پاورقی میبینیم که و کان قبل ذلك یتقون ولا یقولون علانیه تلک امور. قبلا تقیه میکردن و این مطالب رو به شکل علنی نمیگفتن و ترک تقیه و علن القول بذار، ایشون تقیه رو ترک کرده و این حرف رو زده. این مطلب خیلی جالب است و دقیقاً که خودشون اعتراف کردند که اولین کسی که ولایت علی رو اظهار کرد و آشکار کرد عبدالله ابن سبع بوده و کسانی که قبل از عبدالله ابن سبع بودن اونا هم دیگه در واقع معذورند، مأمور و معذور، دیگه جایی در واقع برای اعلام نبوده و تقیه کردند، یک عبادت دیگری رو انجام دادن، تقیه کردن. منتها این مطلب که عبدالله ابن سبع اولین کسی هست که اعلام ولایت و جانشینی بلافاصله علی رضی الله تعالی عنه و منصب الهی رو بهشون نسبت داد، عبدالله ابن سبع یهودی هست. بله. اینم کتاب فرق شیعه هست از نوبختی و قمی. در این کتاب هم دقیقاً همین مطلب، من فقط این صفحش رو نشون بدم خدمتون، فرقه 54 همین مطلبی که جناب شیخ فرمودن همین مطلب رو در اینجا آورده که دوستان میتونن حتی به ترجمه فارسی این کتاب هم مراجعه بکنن که این اعتراف تلخی است که عبدالله ابن سبع اولین کسی بود که قضیه امامت و اینجا یک مطلبی رو هم اضافه کرده و کان اظهر الطعن علی ابی بکر و عمر و عثمان و الصحابه و تبرع منهم. اولین کسی بود که به اصطلاح طعن در ابوبکر و عمر و عثمان و بقیه صحابه رو اعلام کرد.